و بنی اسرائیل آنچه در نظر خداوند بد بود به عمل آوردند و خداوند آنها را 7 سال به دست مدیان تسلیم کرد. و دست مدیان بر اسرائیل چنان گران آمد که بنی اسرائیل برای پناه شدن از مدیان برای خود گذرگاه‌های زیرکوهی، مغاره‌ها و استحکام‌ها ساختند. و هنگامی که بنی اسرائیل کشت می‌کردند، مردم مدیان و عمالق و اهل مشرق پیدا شده بر آنها هجوم می‌آوردند و نزد آنها جایگیر شده تمام حاصل زمین را تا خود غزه نیست و نابود می‌کردند و برای زندگی اسرائیل هیچ خوراکواری و گوسفند و گاو و خر باقی نمی‌گذاشتند. زیرا که آنها با چاروای خود و با خیمه‌های خود می‌آمدند و مثل ملخ بسیار بودند، به طوری که خودشان و شترهاشان سان و شمار نداشتند و به این زمین می‌آمدند تا که آن را ولنگار کنند. و بنی اسرائیل از دست مدیان بغایت بینوا گردیدند و بنی اسرائیل سوی خداوند استغاثه بردند. و چون بنی اسرائیل سوی خداوند از ظلم مدیان استغاثه بردند، خداوند مردی نبی نزد بنی اسرائیل فرستاد و او به آنها گفت: خداوند خدای اسرائیل چنین میگوید: من شما را از مصر بیرون آوردم و شما را از خانه غلامی بیرون آوردم و شما را از دست مصریان و از دست همه آنهایی که به شما ستم میکردند رها نمودم و آنها را از پیش شما به در رانده زمینشان را به شما دادم و به شما گفتم: من خداوند خدای شما هستم. از خدای اموریان که در زمینشان مسکن گرفته اید نترسید، ولی شما آواز مرا نشنیدید.